سلام علیکم بچه ها. آغاز من در این ویدیو برای شما چگونه و چه خیل سپیچ کرد تلفن رو وقتی که با ما زنگ میزنن یا اسمس میآید یا در واتساپ، در ایمو، در نوبوی مسنجر یا که با اسمس های عادی یا با زنگ های عادی که در تلفن میرود میآید، شما میتوانید که از همین طریق سپیچت رو گرون کنید. بعضی من در تلفن بسیار بچه ها رو میبینم در تلفن هر نمود پروگرام ها رو استفاده میکنم. مثلا یک تو هست میگایوشی مثال هست، اینجا زیاد است. مثلا از من برای شما نشون میدم که از نسترهای که همه رو انجام دهید. مثلا شما هر وقت که نمیشود که پامیت شما زود پر شود یا که خوب بوده برای شما چگونه و چه خیل از واتساپ از نسترهای که همه رو ما گرون کنیم که هر کسی با ما زنگ میزند همه رو با ما معلوم همین چراغ گرون شود. خب میرویم نسترهای که و در настройка میرویم специальные возможности همینجا میداریم و باز در слух میداریم. این ناسلگی از уведомления و списки همین رو گرون میکنیم. وقتی که گرون کردیم اناکون هر زنگ هایی که در تلفن شما میاد سابشیون در واتساپ، در ایمو، در نوبوی مسنجر برای شما همین سپیچ گرون میکنه، شما رو خبردار میکنه که در تلفن شما یا زنگ زد یا که سابشین آمد یا که چی کرد. اگر تلفن شما بزرگ هم باشد سپیچ شما حتمی گرون میشود. خوب شما هم میتوانید از همین استفاده کنید. در تلفنتان هر برنامه رو استانف نکنید، تلفن خودتون پر نکنید. خب من با شما طرز آسان و خوبش رو کردم.